روز 24 دکبر پرزیدنت اندونزیا یوکو ویدودو از قسمت غربی جزیره یاوا که با شدیدترین ضربه سونامی مواجه شده است زیارت کرد. موج بزرگ آب که بر اثر لغزش زیرآبی زمین به عمل آمده است باعث فوت کمش 280 نفر و خسارات زیادی مالی گردید. رهبر اندونزیا اعتراف کرد که در این منطقه نظام آگاهی از آفت ضرور است. حاضر ما نمیتوانیم خلاصه برآوریم. احتمال زمین جنبی باعث سونامی شده باشد ولی این دقیق نشده است. در آینده اجنسی هواسنجی تجهیزات آگاه کننده تقدیم خواهد کرد که هر نفر علاویده را از آفت آگاه می‌کند. خدمات نجات اندونزیا با استفاده از تکنیک وزنین عملیات نجات و پاککاری منطقه را دوام می‌دهند. تا صبح 24 دکبر جسدی کمش 280 نفر یافت شده بود. اجنسی هواسنجی اندونزیا تصدیق کرد که فروریزی بخشی از ولکان آنک کرکاتاو باعث سونامی یا خود موج 2 و یا 3 متره شد که شام 22 دکبر به جزیره های سوماترا و یاوا آسیب رساند. در این آفت کمش 1000 کسی دیگر جراحت برداشته، نزدیک به 12000 نفر به جایهای امن انتقال یافتند. ساکنان ساحل کریته ولایت بنتن اندونزیا ابراز داشتند که کسی آنها را از ضربه سونامی آگاه نکرد. مقامات ساکنان دهات نزد آب را به تپه ها کوچانیدند زیرا خوف سونامی تکراری از بین نرفته است. من میترسم. بعضا از دامادم طلب میکنم که ببیند که آیا خانه امان در جایش هست یا نه. در 2 روز اخیر خودم به خانه امان نرفتم. ماه سپتامبر امسال در نتیجه زمین لرزه و سونامی در شهر پالو در جزیره سولاویسی 2500 نفر کشته شدند. 26 دکبر سال 2004 سونامی عظیمی که از اقیانوس هند برخاست در اندونزیا، شریلانکا، هند، تایلند و چند کشور دیگر 230,000 نفر را هلاک کرد.